به نام خدا مرتضی سومی هستم. خوش اومدید به کانال موری تیوی. امروز میخوام یه مشکل خیلی کوچیک و ساده رو بهتون توضیح بدم. توی نرم افزار اکسل هستیم و برعکس همه این نرم افزارها که وقتی ما تایپ میکنیم، زمانی که شما توی سلولی میخواین تایپ کنین، حالا من این مقدار بزرگترش میکنم، مثلا اینجا مینویسم که کامپیوترها، زمانی که شما اینجا تایپ میکنین، اگر بخواین این بیاین بنویسید کامپیوترها، پایینش بنویسید کامپیوتر. مثلا من حالا وسط هم میذارم، مثلا اینجا میخوام بیام یه خط پایین زیر این بنویسم که مثلا گیمینگ و مثلا خانگی. وقتی اینتر میزنم میاد تو سلول بعدی، در حالی که من میخوام توی همین سلول بنویسم. یعنی در حالت عادی ما تو ورد و همه نرم افزارهای دیگه وقتی یه لغتی رو می‌نویسیم یا یه جمله یا حتی می‌نویسید، نیاز هست شما گاهی اوقات یه جمله خیلی طولانی بنویسید که این ستون زیاد میشه، میخواین اینتر بزنید و بیاین تو خط پایین توی یه سلول بنویسید، ولی نمیتونید. برای این کار خیلی ساده شما میتونید زمانی که اینجا میخواین اینتر بزنید، از روی کیبوردتون کلید آلت رو نگه دارین. در واقع کنار اسپیستون دو تا کلید آلت دارید. اگه کلید آلت رو نگه دارید و اینتر کیبورد رو بزنید، میاد خط پایین و میتونم الان اینجا مثلا بنویسم گیمینگ مثلا خانگی. اگه من باز هم اینتر بزنم، میاد دوباره سلول بعدی. یعنی من در این حالت تو هر سلولی بخوام یادداشت کنم، به محضی که اینتر بزنم نمیاد خط پایین، باید دوباره آلت اینتر بزنم بنویسم. حالا مثلا مینویسم مثلا کامپیوتر خانگی مثلا اداری، و اگه حالا این نوشته هم زیاد باشه، میره اون زیر سلول بعدی پنهان میشه. ولی در هر صورت برای اومدن توی یه سلول، برای اومدن به پایین، باید حتما کلید آلت و اینتر رو بزنید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک بزنید. تشکر میکنم ازتون.